حضرت ابراهیم ابن ادهم فرمود من قبلا گفتم سیأتی علی الناس زمان، زود است میآید بر امت بر مردم زمانی که یحبون خمسا و ینسون خمسا، 5 چیز را دوست دارن 5 چیز را فراموش میکنن. چی را دوست دارن؟ یحبون الدنیا، دنیا را دوست دارن، و ینسون الاخره، آخرت فراموش میکنه. نه از شما پرسان میکنم همین روز هم تو هست یا نیست؟ او کسی که آخرت را دوست داره بی‌نمازی میکنه، او کسی که آخرت را دوست داره دروغ میگه، او کسی که آخرت را دوست داره بدون کدام باکی گناه میکنه. یحبون الدنیا، دنیا را دوست داره، غرقش کرده دنیا. و ینسون الاخره، آخرت فراموش شده. یحبون المال و ینسون الحساب، مال را دوست داره از هر طرف جمع بکن، میرم امریکا، میرم جرمنی، میرم کانادا، هیچ نمیگه ملک الموت میآید یک روز نمیآید، پول جمع کنم پول. و ینسون الحساب، حساب روز قیامت را فراموش کرده که از مال پرسیده میشه 2 سوال، من این اکتسبه و فی من انفقه، این مال از کجا آوردی به کجا مصرفش کردی. یحبون المخلوق و ینسون الخالق، مخلوق را دوست دارن، خالق را فراموش میکنن. امروز چقدر مزن خود را دوست داریم، چقدر پسر خود را دوست داریم، چقدر دختر خود را دوست داریم، چقدر کاکا و ماما و پدر و مادر خود را دوست داریم. همین اندازه ما الله را امروز دوست داریم. یحبون المخلوق و ینسون الخالق، یحبون القصور و ینسون القبور، محبتشان به قصر و کاخ و تعمیر و آپارتمان و بلند منزل است، قبور را فراموش کرده. امروز ما چقدر میسازیم زیبا خانه داشته باشیم، زیبا تعمیر داشته باشیم، این شریعت نمیگه که تو نداشته باش. شریعت منع نکرده از قصر. من قبلا گفتم که شریعت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم عثمان غنی هم داشت، عبدالرحمن بن عوف هم داشت، تاجران صحابه بودن، ولی اینها کسایی هستن که پیش قراولان هم هستن. پیامبر در دنیا برای عثمان گفته تو از اهل جنت هستی، به عبدالرحمن بن عوف گفته تو از اهل جنت هستی. دنیا فریبشون نداده. مال داشتن اما الله را فراموش نکردن، مال داشتن حسابش فراموش نکردن، مال داشتن بی مالی و بی پولی روز قیامت را فراموش نکردن که اونجا مالدار نجات ندارد، دیندار نجات دارد.